بچه‌ها چطورین آقا؟ بیاین بهتون یه تکنیک فوق العاده خفن یاد بدم که وقتی به بخش جزیره رسیدیم دقیقاً تو این مرحله‌ای که جی جی هم میاد سراغمون و کرازر اشلی رو دزدیده و جی جی بهمون شلیک میکنه، تمام گنادا رو با پنهانکاری و یه روش مخفی که الان میخوام بهتون یاد بدم شکست بدیم که نه جی جی متوجه بشه و بیاد، نه گنادا متوجه حضور لیان بشن. خیلی راحت از همین جایی که لیان کرازر و اشلودی به گنادایی که کمان دارن شلیک کنین. مراقب باشین ممکنه کله بعضیاشون انگل در بیاره، اینجا بمونین، اگه انگل در آورد به انگل پلاگاشون هم شلیک کنین. بعدش بیاین اینجا پنهانکاری کنین، بعد به چراغایی که توی بازی وجود داره شلیک کنین تا متوجه حضور لیان نشن. توجه کنین اون دوتا کماندار رو حتما باید از اون زاویه بزنین که اینجا خبردار نشن و توجهشون جلب نشه به اینکه ما داریم بقیه گنادار رو شکست میدیم. بعد خیلی راحت میتونیم بدون اینکه جی جی اومده اینجا راحتی مرحله رو تموم کنیم و خیلی راحت از اینجا رد بشیم. این تکنیک رو پروفشنال خیلی به کارتون میاد. اگر از این ویدیو لذت بردین چنل من دنبال سابسکرایب کنین، تو چنلم کلی ویدیو گیمینگ خفن براتون آماده کردم، یه نگاهی به چنلم بندازین. دمتون گرم.